ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد که از عدم بنده را. دوستان گرامی قدر، بینندگان عزیز، صحبت امروزه ما در اطراف یک جوانمرد است که در خاندان نبوت پرورش یافته است و از اخلاق، از رفتار و از گفتار و از کردار رحمت للعالمین پیامبر گرامی اسلام استفاده کرده است و از باغ محمدی صلی الله علیه و سلم گلهای را چیده است و این گلها را باز به دیگران رسانیده است. چو خورد درخت پیشینگان درخت پسایندگان را نشان. این مرد نفر است که رحمت للعالمین پیامبر گرامی اسلام اشاره به او می فرماید: من سره ان یقرأ القرآن رطبا کما نزل فلیقرأه على قراءة ابن ام عبد. رحمت للعالمین می فرماید که اگر نفر می خواهد که قرآن را خوانده باشد همچنان که نازل شده است، پس او را بخواند به مانند قرائت عبدالله ابن مسعود. امروزه سخنوری ما در باره این مرد تاریخ است که چگونه توانست در تاریخ نام خود را نوشته باشد و چه خدمت‌های کرد بر مسلمان ها و بر دین اسلام. از حیات خود قصه می کند که غلام بودند و چوپانی می کردند بر یکی از سرداران مکه که نامشان عقبه بود و می گوید که یک روز من در چراگاه در اطراف مکه قرار داشتم که ناگه دو نفر به سوی من می آمدند، نمایان شدند و این دو نفر وقتی که بر نزد من رسیدند، این دو نفر یکی پیامبر گرامی اسلام بودند صلی الله علیه و سلم، دیگر حضرت ابوبکر که از شکنجه اهل مکه، از سختگیری مشرکین مکه بیرون شده بودند از داخل مکه و رفتن به طرف کوهها. اینقدر روزهای سختی را که رحمت للعالمین دیده بودند که شاعرم اشاره به این می‌فرماید که چه جانها کند تا تو یافتی راه، صنم بگذاشتی بگزید الله. چه سختی های را رحمت للعالمین دیدند که امروز ما الله را میشناسیم. با شکر نعمت سلطان دین کوش، ره بتخانه را کردی فراموش. ما باید با شکر الله کوشیده باشیم، الله را زیاد شکر کرده باشیم که چنین پیامبر گرامی، چنین پیامبر رحمت للعالمین به ما فرستاد تا این که ما را راه هدایت را آموخت. وقتی این رحمت للعالمین پیامبر به نزد عبدالله رسیدند، در آنها دیده می شد که حلقهایشان خشکیده بود، خیلی تشنه مانده بودند و از این غلام جوان خواهش کردند که یکی از گوسفندها را جوشیده باشند و به آنها شیر بدهد. اما این جوان که خیلی جوان ذکی بودند فرمودند که لا افعل، این کار را من نمی کنم، زیرا که این گوسفندان مال من نیست، بلکه من امانت نگهدار هستم، این از نفر دیگر است. و از جواب این جوان این دو نفر استقبال کردند. با او گفتند که یک گوسفندی را که حالا شیر نداده است، حالا به سن بلوغ نرسیده است، به ما نشان بده. و او هم نشان داد یک نفر از همین گوسفندان را و این مرد آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و دست خود را در پیستان این گوسفند گذاشت و مالید نام الله را در آنجا خواند. و این جوان میگوید عبدالله که من مینگریستم و حیران میشدم که این چیکار میکرده باشد و دیدم که آهسته آهسته این گوسفند پیستانش بزرگ شد و از اون شیر جاری شد. و مرد دیگری که با اون بود حضرت ابوبکر بودند، یک سنگ که ظرف مانند بود او را گرفته آوردند و از این شیر گرفته استفاده کردند.
هم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و هم حضرت ابوبکر و اینچنین این جوان غلام که عبدالله ابن مسعود بود استفاده کرد و باز پیامبر صلی الله علیه وسلم نام خداوند را خواندند و پیستان این گوسفند خرد گشت همچنان که بود. این بود که سینه عبدالله ابن مسعود گشاده شد، یک راه پیدا شد به خاطر برای مسلمان شدنش و دیری نگذشته نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، ایمان آورد و از نگاه و بین کردن گوسفندان به خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم کوچید و در اونجا نشأ و نمو یافت و با پیامبر صلی الله علیه وسلم در خاندان پیامبر صلی الله علیه وسلم به وایه رسید. همین بود که در صحبت پیامبر صلی الله علیه وسلم زیاد نشسته بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم خیر و دوست می داشت، حتی که اگر پیامبر مسواک میخواست از اون میپرسید که مسواک در کجاست. مسواک پیامبر صلی الله علیه وسلم با خود میگردونه که تا به پیامبر صلی الله علیه وسلم بدهد. این چنین اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم غسل کردنی میشد، این پرده می داشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم نمایان نشود و این چنین کفش های پیامبر صلی الله علیه وسلم دائم با خود می گرفت که هر کجا می رفت نزدش می گذاشت که اون کفش ها گم نشوند. در این خدمت پیامبر صلی الله علیه وسلم دائم بود که حتی ابو موسی اشعری یکی از صحابگان جلیل می فرماید که عبدالله ابن مسعود در اخلاق، در رفتار، در گفتار مانند پیامبر رحمت صلی الله علیه وسلم بودند. این خیلی دوستان عزیز یک وصف بزرگ است که انسان مانند پیامبر صلی الله علیه وسلم باشد، از باغ پیامبر صلی الله علیه وسلم گلهای را چیده باشد. و زمانی که ایمان آورد خودش فرماید که من ششم نفری بودم که ایمان آوردم و یک روز اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم میخواستند که به مشرکین مکه قرآن را رسانند. بین خود مشورت کردند که یکی از ما خارج شویم و در اطراف کعبه آیتهای از قرآن خوانده باشیم تا به گوش مشرکین رسیده باشد. عبدالله ابن مسعود در اینجا گفتند که همین عمل را من انجام میدهم. اصحاب پیامبر به او مشورت دادند که ما میخواهیم یک نفری که اشرف زاده باشد، اون نفر این کار کند، اگر رفت و به اون حمله کرده شود اون خیش و تبارش از اون حمایه کنند. اما عبدالله ابن مسعود یک جواب زیبایی را دادند، گفتند که از من الله مهربان حمایت میکند و خارج شدند. آمدن نزد کعبه در مقام ابراهیم استاده چنین شروع کردن به قرآن خواندن. آیت‌هایی را که خواندن از سوره الرحمن بود. شروع کردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. شروع کردن به خواندن سوره الرحمن. زمانی که این شروع کردن به خواندن مشرکین مکه شنیدن و گفتند این همان آیت‌های را می‌خواند که بر پیامبر بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده است و او را بازداشت کردند و خیل و لط و کوب کردند تا جایی که از جسمشان خون جاری میشد و برگشتند. عبدالله بن مسعود با همان جسمی که پر از خون به سوی اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر گفتند که ما این را به تو گفته بودیم که چنین خواهد شد، اما از این عمل غمگین نبودند. گفتند که اینقدر من شادم، هیچ وقت این مشرکین را اینقدر من ذلیل ندیده بودم. اگر شما اجازه دهید فردا باز هم خارج می شوم و آیت‌های الهی را به گوش اینها می رسانم. اما گفتند که همین برای تو کفایت است. دوستان گرامی، همین منظره درس بزرگ است. ما کم توقف کرده باشیم. ببینید که یک مردی که در سابق غلام بودن، به کسی ضرر نداده بودن، مال کسی را نگرفته بودن، به کسی ظلم نکرده بودن، تنها گناهشون همین بود که الله می گفتن، از الله منان، از الله جل جلاله وصف کردن، همین قدر آیت خواندن، او را بازداشت کردن و لط و کوب کردن و خودشان
همین سرداران مکه، مشرکین مکه اینقدر ظلمی که داشتند، ببینید از این ظلم بزرگتر می شود که دخترهای خود را زنده به گور می کردند. این جنایت ها را خودشان داشتند. با چنین جنایت های بزرگ کسی به آنها کار نداشت، اما یک بیچاره که نام الله را می گرفت او را اینقدر شکنجه کردند، اینقدر لطوکوب کردند. و دیگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتا مشرکین مکه را به سوی خدا می خواندند، برای آنها اینقدر ظلم شد، حتی بعضیشان کشته شدند، بعضیشان شکنجه کرده شدند. حالا آن که کدام گناهی را اینا انجام ندادند، تنها الله را بیان میکردند. این چنین در این منظره نزدیک است که گفته شود در این قصه که ما داریم، در این که حضرت موسی علیه السلام هم چنین شده بود که وقتی فرعون دعوت میکرد، فرعون میخواست که او را بدنام کند، حتی ساحر نامید. اما یکی از نفرانی که به حضرت موسی ایمان آورده بودند اما ایمان خود را پنهان نگاه می داشتند، یک جمله عجیبی را گفتند که در قرآن هست که اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. وقتی می خواستند ضرر برسانند به حضرت موسی علیه السلام، این نفر به سوی فرعون و اطرافیانش گفت که آیا شما مردی را می کشید که می گوید خدای من یکتاست؟ همین قدر گناه بود که می گفت خدای من یکتاست و مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت می کرد. اما دوستان گرامی، این سنت زندگی است، سنت دنیاست. الله مهربان چنین این آفریده است که هر که در راه حق است، اگر مظلوم هم باشد، اگر مال هم نداشته باشد، اگر منصب هم نداشته باشد، در تاریخ نام وی میماند. اون حقیقتی که اون میخواهد پایدار میماند و هر نفری که اگر ظلم میخواهد کند در تاریخ نامش سیاه میگردد. و تا به امروز میبینیم نتیجه این را که به فرعون اینقدر مذمت کرده میشود، اما نام حضرت موسی علیه السلام در زبان همه امت اسلام است و به او رحمت میخوانند. ببینید که فرعون با اون قدرت و با اون مال و منصبی که داشت، اما نامش را نتونست که به خوبی در تاریخ بگذارد. این چنین ببینید کسانی که اصحاب پیامبر را شکنجه کردند، بعضی ها را به قتل رسانیدند، مانند ابو جهل، امیه ابن خلف، نام آنها کجا شد؟ بالای این که آنها منصب داشتند، قوت داشتند، مال داشتند، اما نتونستند که نام خود را در تاریخ خوب نوشته کنند. اما ببینید که عبدالله ابن مسعود و این چنین عمار ابن یاسر و صدها صحابه که رنج دیدن، شکنجه شده بودند، اما آنها حقیقت میخواستند، برای مردم، برای امت خیر میخواستند، نامشان در تاریخ گذاشته شد. تا به امروز از عبدالله ابن مسعود، از حضرت بلال، از همه اینها وصف کرده می شود و برای آنها رحمت خوانده می شود. این بود یک قصه کوتاه از حیات حضرت عبدالله ابن مسعود. دیگر تعریفاتی که درباره عبدالله ابن مسعود گفته شده است همین است که میگویند در رفتار و کردار و اخلاقش با پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند بود و حتی دیگر اصحاب پیامبر او را وصف میکنند. یکی از نفرانی که قاری ترین صحابه ها بودند، کسی بود که شرع خداوند را، تفسیر و حدیث را در درجه بالا می دانستند و تا به امروز در هر کجایی که اگر ما نظر کنیم، چی در قرآن و چی در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، نام این مرد میدان زنده است. خداوند رحمتش کرده باشد و الله منان از غیرت عبدالله ابن مسعود و از علم عبدالله ابن مسعود به ما کمی هم باشد نصیب کرده باشد و یک و یک شما را به الله منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.